یه اون طرف نفروش اینجا را از لنگرجان همین کاتگورات ایشیز بسیار دو بوی کس میگیرد اینجا سلام علیکم برادر عزیز شما برادران این اینجا جنگل ایتون میشوم انیک اون به حال سوزه برادرها چی خیلی سوزه خوبه سلامتیتون همه کار رو برو خوبه اینجا انشالله اون ازده میگی Aynen diyor. Evet tabii ki Facebook tutmuşum. Bismillah. و علیکم السلام و علیکم السلام علیکم السلام سوزم برادرها خوبین کار و برکاتون همه سیاس خیلی برادرها اکای جمع دستی حوض نقل بیتیم برادر سیاس خیلی برادرها سلام علیکم و علیکم السلام الحمدلله ای لنگری بوی ای لنگری بوی اکای بابا جون قد روغن زغیر دیل ما گرفتی بوا قد روغن زغیر راه دوم این آمده استیم بخدا من نفهمیدم این راه این قدر دور بود استه من نفهمیدم راه این قدر دور راه نه سمدل دور بود استه این طرف طول بود استه و خیال کنم که همین نزدیکی بود استه که نه این طرفی همین طول بود استه سلام علیکم و علیکم السلام علیکم السلام الحمدلله برادران سازین خوبین سلامتیتون همه خوب تنج کار برو خوب تنج چیشی دکا برادران گوش کنین نکا برادران گوش کنین نکا نگاه کن شیرونات خیلی مهمیم الحمدلله اینجا دیگه جایی نیست که مقصد بگیریم حالا برکتون تا زنده باشه سمیر عظیم و حالا برکت تا زنده باشه او بشیم نگاه کنیم برادر عزیز او میم الحمدلله اوچش خدی گپ زدیم مقصد اوچش خیلی چی میگه مادر بیچوره اینکه خیلی عشیب که کرده بچه ما یکم گپ نداریم یکم چیز نداریم خلاص گپ برادر عزیز خیلی اونجا گپ زدیم که نمره تلفن شد داد نمره تلفن شد داد زنگ زدیم گپ زدیم میویا خیلی که پدسنک صغیره نمیدونم خیلی مرا مقصد میشنوسم میدونم میگه من در تایید سخت کار کردگیم بچه تایر هفته کرد نگاه کنیم برادر خیلی من گفتم تو مرا که بشنوسی بدونی значит باید که ما خودت اوبش یازیک بیایم کسی که مرا نشنوسه ندونه خیلی میگیم نمیشنوسه نمیدونه باید که ما تو اوبش یازیک بیایم گفت تمام اکا گفت میون گفت ای پیش میویم اکا مساد گپ میزنیم چی گپی باشه نباشه چی چیزی باشه نباشه من مردکم خیلی همین کار گذاشتگی های مقصد یکم گپ چپ لیش نیزیوتی گپ نزد یکم چیز نکرد انا برادرها با مرا گفتم که بیویا از پیش بشینیم خدا خواهد گپ زنیم خیلی پدسن های بیچوره نصیب باشه ششتگی همی جب بسیار برادرها معبدن همه شما معبد مادر شما معبد همه شما معبد انشالله با هم رخدا ما ویدیو را میپرتم شما تماشا کنین مثلا گپ زیم الحمدلله انا تلفن از اون اما کسف شما پس روزی خوبه خلاصی گپ اومدم برادر عزیز مادر هم اومد شتیم گپ زدیم خدا ختمه پرتم نورخ با خطون میبینین ده برادر جان این هم خیلی برادر عزیز احوازی در پیتر بدسته نه برادران مقصد بیو یک خدا خواهد از پیش بیو یک گپ زنیم بسیار از پیش بیو یک دای کنیم با خوبه سلام از ونج و علیکم السلام شیرون ونج و علیکم السلام و علیکم السلام بامورا میگم برادرو بیو یک مقصد بچه که مثال بگیم بچه کلون بچه که
او دیدگی ای همه را میدونه میفهمه. خیلی بچه نیست برادر عزیزی. این پدسنه، این پدسنه برای هم قدر همین توف کنیم توف مونده بالای خودمون میره برادرو. بیایا بشینیم صحبت کنیم مرد و نوار. مقصد کشوکش ما همیه برادرو. حالا شده کشوکش ما همیه که همین برای همین دو درک در بیسته تمام. همیره مقصد همین روزوی پستی و بلندی و همین شده بیسته تمام. اما یکم پلان نداریم، یکم گپ لیشنی هم نداریم، یکم گپ شام گفتن نیستیم. چکو نفهمیدم. اهل دین رزولتات انشالله با هم رای خدا. خیلی وقته که بچه که بیاید برادر. علیکم سلام همشیر جان، خوش آمدید برادر. مقصد برادر عزیز نگاه کنین رزولتات ایوج برای مورا رزولتات که وای مردا شب که اخچا پیزنوات سا کرده استای گفته استای که میوم اکا از پیش میویم میشینیم گپ میزنیم. ایوج معلوم است که رزولتات برادر عزیز الحمدلله دو داره خیلی بالانسه دایو برادر عزیز. من خیال کنم این نزدیکی دای که وابشه دور بود است طرف طولاب دای بود. خیلی میایا ایشونو با هم ریختوک میشینیم گپ میزنیم صحبت میکنیم. هیچی همش هم میبینیم برادر عزیز ایشونو همه میره ببینیم چی گپ میشوه چی گپ نمیشوه. ما که خدا میگیم که مقصد به جنگ دعوا به کش و کش به یگو میسوسون شود. خدا کند که همش خوب میشوه. به حد انسان خوب خدا به حد خیلی اوچای گیم بیچاره خیلی مادر که خیلی چی میگه بیچاره اومده میگه چیزی که میگن من میکنم میگه برای سوتم کنین میگه خیلی مادر که سیراونو دلش با فرزندش میسوزه یکو گپی چی نگفته چیزی که میگه بگین خیلی چیکار کنم میگه اینو. بعد بابا لنگری برادر عزیز جوان مردو بچه های جوان از همتون احترامونه خواهش میکنم. والله العظیم الله پاک شاهد است. خداوند الله جل و علا میگه حکم خدا و حکم بنده به حکم خدا برابر میشید. وگرنه والله خدا میگه من حکم پدر و مادر بالای فرزند فرض میگردونیدم. فرض این شوخی نیست برادرای محترم. حکم پدر و مادر بالای فرزند واجبه. ای برادرو خیلی نکنین نسبت پدر و مادراتون دغلی نکنین. شما نسبت پدر و مادراتون زبان درازی نکنین. الله پاک شاهده که در روز قیامت خداوند با چنگکای آتشی شما را از زباناتون کشال میکنن. والله برادران محترم نکنین این طریق روختون را دور کنین. بچه گفت اون گپا بچه که تاجیک اون بچه گناه کرده به الله قسم برادران محترم او بچه گناه کرده در پوچه مادرش کی غلطیده میدونین شما. همین مادر باور میکنین همین افکار زاره به خدا قسم نمیدونه چیکار کنم. یه بار بیچاره همون مادر ایزور اومده رنگ مست شده رنگ میگوی پیونه به خدا نه. بچه بار میگه که بچه هم یه بار میگه من نمیدونم یه بار میگه من بیچاره نمیدونم همون مادر چی بگه. بچه مرگی همون طریق فرزنده که در همین دنیا خدا توبه کنه پدر مادر غمخونه میکنه با میمرن بیچاره دو آوی دیدر نون راست دروغ میبروریم. بعد هم بازار با بازار بقه و گوسفند میکنیم که ما باید در سبیگاه و تم گفتی همون گپا یک بقه بکشم پشم بگی کنم هیچ جوانی مرگت کنه آخی چا میکنی پدر مادر تا غمخونه کردی کشتی. بچه چا میکنی دیگه پدر تو در تای خاک ای گفتی هم مردک مادرت مرد با غمی تو مادر تا دوله نیزد مرد چا میکنی هم بقه سرت مونه به هم تکه و چیزت قطعی. والله که از من رفتم این شهری کجا قدم شهر بود گارات ستوپی نه ما راه دهیم برادر و قطعی بابای لنگری جدسه برادر دیگه قطعی رفتیم ویدیو کردیم. خیلی حالی همون پدری جبر دیده حالی همون مادر
ببینید با خدا چشمات کور میشوه. بچه خیلی نکنین. خداوند در قرآن میگه روحمه بینهم. ای برادر عزیز، الله مهربان میگه ای بنده های من شما با این همدیگر تو با رحم باشید. رسول الله صلی الله علیه و با رحم با جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و رحم به مردم تعلیم کردن. رسول الله صلی الله علیه و گفتن شما مهربان باشید، صله رحم کنید، با رحم شفقت حلیم و پخته و ملایم باشید. ای برادر عزیز، نعوذ بالله من ذلک. این چی گفتی همون گپا چوزه به زبرزه. تاجیک با برادری تاجیک استرلکه میزنن، نزنچت میکنن، کورچه زنک تیرپرانک میکنن. قسم به نام خدا این در یگان جای نعوذ بالله دینداری و گفتی همون گپا مسلمانی جایش نداره. برادر محترم، اتق الله و رسوله. ای برادر عزیز، لله واحد القهار. قسم به الله که خداوند به نظر غضبش نظرمون میکنه، نه ما و شما میسوزه. ای برادر عزیز، خداوند در قرآن پاک میفرماید استعیذ بالله ساز شد. معنای آیه کریمه را بگم برادرای محترم در افیر لنگری ما که اگر وکنی بدرو. مقصد دیگه خداوند مهربان، برادرای محترم باور کنین به خدا قسم که سیوی از کنده شید، سخنم از دهنم گم شد دیگه. گفتی همون گپا که معنای آیه تا ذکر کرده سبدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مهربان میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند مهربان میگه به درستی خلق کردم انسان با همراه جنیات چی؟ الا لیعبدون، مگر برای پرستش، مگر برای خداجویی، نه برای رزبار و زبار و نعوذ بالله من ذلک استرلکه زدن در برادر مسلمان و کورچه خلاندن و یک پدر و مادر عیده طرف غمگین کردن. حالی روز در انتهای کیسه مونده تنگه را دیدیم. برادران عزیز، غافل منشین که ناگهانت برند. ای زبردست، غافل منشین که ناگهانت ببرند. تو توبه بکن که بیگمانت ببرند. گفته که به پیری رسم و توبه کنم، می ترسم از اون که نوجوانت ببرند. برادر کتفات په دیده 4000 در تای کیسه یافته حرام حلال. برادر محترم، رحم به برادر مسلمانت نمیکنی، قصد جان برادر مسلمانت میکنی. یه بچه نعوذ بالله دیگه در دخترای بیچاره بیزاری تبابت پدر و مادرای ما و شما شدن. همین یک روز بعد میگه مادر فلانی را دولینی زد. بعد میپرسیش که چریز همسرش میگه چیکار کرد؟ میگه بچه داشت روسیایی کرد، همون بچه را 20 سال ترمش کن، مادرش درک یافت دولینی زدش مرد. ای بچه تو نشونه جوان مردی نداری در حالتی که والعیاذ بالله من ذلک پدر یا که مادر از دست رسول الله صلی الله علیه وسلم والله العظیم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن العاق لوالده. اصحاب کرام گفتن یا رسول الله، آخی پدر و مادر چه خیلی میشوه، اخبرنی، خبر بده ما را بفهمون. پدر یا مادر تلفن بگیره بگه بچم عاقت کردم بعد، یا که بگه من ترا عاق کردم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتن نه، از یک معامله بد یا از یک سخن درشت قبیح فرزند اگر پدر یا مادر خفه شود، والله العظیم که این فرزند عاقی پدر و مادر می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سخن به زبان شیرینشون گفتن که لا یدخل الجنه، این هرگز داخل جنت نمی شود. ای برادر محترم، از خدا بترس، والله العظیم از خدا بترسه. قیامت قریب است، نشانه های قیامت پیدا شدن. برادرای محترم، خداوند مهربان ما و شما را برای عبادت خلق کرده است، برای کار خوب خلق کرده است. ای برادر محترم، القبر صندوق العمل. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ای امتای من، قبر صندوق عمل است، در دار الفنا هر چی که کردی او را در قیامت میگیری.
رسول خدا صلی الله علیه وسلم چی گفتند؟ الدنیا و مزرعه الاخره. دنیا گفتن یکی از کشتزار آخرت است. ای برادر، علاج واقعه پیش از اونه که انسان باید در بحر وارد شود، باید در بیرون کشتی خوب داشته باشه که خوشنو گفته همون گپا که مقصد شناوری کنه و خودش از اون دریا با اون طرف به ساحل بگذرونه که توی که غرق نشود. به همین خاطر برادرای عزیز، جنت زیر عرش الهی است. پروردگار جنت داره، پروردگار رحیم است، پروردگار ستار است. اما برادرایی که جبر و ستم و ظلم در حق پدر و مادرتون میکنه، فراموش نکنه که دوزخ داره. الله رب العزت نار سقر داره. نار جهنم و نار سقر یکی از دشوارترین و سختترین موضع جهنم است که میگه والعیاذ بالله من ذلک. موضعهای جهنم به سوی خدا 7 مراتب در یک شبانه روز دعا میکنن، میگه پروردگارا مرا از گرمی و وحشت نار جهنم، الله میگه دوزخ دعا میکنه که مرا از گرمی و وحشت این جهنم خدایا پناه کن. دوزخ از دوزخ پناه طلب میکنه. تو برادر عزیز نعوذ بالله سینه رحم نداری، قلب مادر غمخانه کرده، شکم مادر از زهر زرداب کرده، دیده های مادر همیشه مثل جویی که در بیخ درخت میروه، دیده های مادر تا همیشه نعوذ بالله من ذلک جای برآمدن اشک کرده. قسم به نام الله در جان مادرت مثل که چوب در درون الله میسوزه، جان مادرت همیشه مثل همون چوب درون آب و نار کرده که همیشه مادر در حق تو سوخته و غم و غصه کرده گشته شده است. به همین خاطر برادرای محترم به الله قسم خودتان، برادر عزیز مسافرت آمدی، پول کارکنی آمدی، سرکت خم کو. ناموس از گوشه ایمان است. کسی ناموس نداره و ایمانش ضعیف است. کسی ایمان نداره رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن این از ما نیست. به همین خاطر برادرای محترم از همه احترامانه خواهش میکنم از خدا بترسین. در این مسافرت آمدین، غنیمت دان می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد. و در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن شما 5 چیز پیش از 5 چیز استقبال بگیره. یک جوانی را پیش از پیری، و دیگر که غناگی را پیش از فقیری، و دیگر اون که گفتن تنصیحاتی را پیش از مریضی. ای برادر جسور، ای برادر جوان، والله العظیم پیش از آنه که نعوذ بالله من ذلک قوه و قدرت توانایی خودت در جهالت میگذرونی، والعیاذ بالله در آزار یک برادر مسلمان، خوشا به حالت شب تهجد شب راز بگو که عاشقان به شب راز کنن، گردی در بام پدوس پرواز کنن. ای برادر جوان، والله العظیم دروازه رحمت الهی کشوده است، دروازه خانه رحمت پروردگار بالات کشوده است. ای برادر محترم، بخیر در 2 رکعت نماز بخون، تهجد بخون، قیام اللیل بخون، دعا که از خداوند آمرزش گناه طلب کن. روز میشوه والله که خدا در توبه را بالای ما بند میکنه. توبه میکنی، گریه میکنی، آبی چشمت در جای آبی چشمت خون را حکی میکنه از چشمت، خدا توبه تا قبول نمیکنه. به همین خاطر برادرای محترم از الله بترسین، در مسافرت آرام باشین، کارمندای حفظ حقوق ناراحت نکنین. وای بیچاره پس خدمت دولت و کاری دولتشون هستن، با اونا کاریگر ندارن که همه را پرتاین و دنبال ما و تو گفتی همون گپا خدا توبه کردم جنایتی در پلنی تلنی بکاون و گفت ما او تر سراغ کنن بگردن. برادرای محترم از این لحاظ من صحبت خدا در اینجا به پایان میرسانم. اگر یگان سخنی زشت و درشت گفته باشم میخواهم کیس بگو، آن کس نکرد گناه بگو. البته که مقصد بنده از گناه خالی نیست. مبادا که در دوام صحبت در سخنرانی یگان سهو و خطای گفته باشم. اولا از کردگار، از آفریدگار،
از پروردگار کون و مکان، از خالق تربیت کننده عالمیان معذرت میخوام و ادعا میکنم که پروردگارا اولا تمام مؤمن و مؤمنه را، تمام مسلم و مسلمه را، تمام مسلمان و مسلمانا را، تمام خواهرها و مادرها را در راه دین صراط المستقیم با ستر و حجاب هدایت. پروردگار تمام بندگانش را از جمیع بلا حفاظت. پروردگار مهربان هر یک ملت، هر یک شخص، هر یک پدر یار و برادر تاجیک را خداوند در تمام کره زمین پروردگار را از جمیع بلاها نگه دارد و خداوند مهربان قرآن در تمام زمین حکم فرما بگرداند و پروردگار کسایی که در وطن ما و شما در مقصد اندیشه و آبادی وطن هستند، خداوند برایشون عمر دراز و تن صحت و سربلندی دنیا و قیامت نصیب و روزی بگردانه و الله رب العزت به فرزندان را فرزند صالح، آمین. قرضدارها را نجات از قرض، زندانی ها را نجات از زندان، دردمندان را دوا، عاجزان را چشم بینا، بیماران را شفا. پروردگار و هر کی را مراد و مقصود حاجات است برآورده خیر بگرداند و الله رب العزت ما و شما را در راه دین صراط المستقیم هدایت بفرماید و پروردگار رب العزت در روز رستخیز و در روز قیامت پروردگار جل و علا ما و شما را از خودش و از حبیبش راضی بگرداند و الله رب العزت ما و شما را از سوختن جهنم سوزان پناه کند و پروردگار رب العزت از وعده های جنت الفردوسش ما و شما را با نصیب بگرداند. و برادرای محترم، برادرمان بابای لنگری که سال زیاد است که در خدمت خاصی برادرای مسلمان هستند، پروردگارا چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من خادمن، گفتن کسی خدمت میکنه خدمتگار میآورد، پروردگار رو در پیران سالیش فرزنداش خدمتگارش بگردانو، پروردگار رو از پدر و مادرش راضیش بگردانو. خدایا پاک و صمد و کریم دعا میکنیم که برادر ما را لنگری جان همیشه خداوند سبز و خرم و عاقبتش بخیر ایمان و سلامت خدایا در جنت الفردوس در ته پرچم حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با چاریار عظام بخیزه و خداوند مهربان همیشه همیتا در برادرای مسلمان خاص در ملت تاجیک خدمتگارش بگردونه و خدمتای ما و شما را کرش ده و بازم بکنه و الله مهربان ما و شما را توفیق بده که در نفس عزت نفس خواهر و مادر و برادر نرسیم و همیشه بلکه در حقش دعاگو باشیم. و صلی اللهم و سلم علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم الى قبول الدعاء برحمتك یا ارحم الراحمین. الله برکت تا قاری جون شیری نریده. الله برکت سلام کجون بوی لنگری زنده باشی شیری الله زنده باشی. گپ نیست برادر. تو جان زنده باشی. بوارک برادر عزیز یک امر معروف بهترین گذشت الحمدلله. الله برکت جان که برادر عزیز باور کننده برادر ما در همین جایی که اوزی که رفتم حضور کردم باور مرگ به همون جوان مردی که میره سحون الله 8-10 نفر مردک در همونجا آب چشمه مادرت میریزه. باور کننده مرگ به همون خیلی جوان مرد. هر کس اگر مردک باشه، هر کس اگر میگه ما الحمدلله میگه ما مسلمانم که باید درک نکه 7-8 نفر مردک در همونجا ششتگی آب چشمه مادر ریخته میگه که ما چیکار کنم خواهی. برای هم قدر برادر عزیز دیگه ما هیچی گفته نمیتونم. برادر دیگه نمیدونم چی بگم. برای هم قدر باید هر یک آدم بفهمه. خواهی انشالله نمیجا برادر قچه سلامت باشیم برادر. سلامت. سلام علیکم. سوزی آمد. سلامتی خوب. برادر عزیز خدا خواهد ما نوش پیغام پرتم امروز دیرتر شد. انا نصیب خدا خواهد کار انشالله با امر خدا تحت نظارتش خدا خواهد پد کنترل نه همین کار انشالله که میآید. خدا خواهد میآید. گفت میام. همین ابیشت کرد که اکا گفت من میام. من پیش خودت میام. های اوخی زنگ نست.
خیلی نگفت که کم برادرها خدا نگهبانتون باشه ها، در امان الله باشین. برای وقت خواستم یک برسانمتون که برادر جانا همین خیلی گپ چپ، همین خیلی کار بار انا خدا خواهد انشالله با همراه خدا میویا با از پیش خدا خواهد خیلی که نگپ زدیم، خیلی که دیده استین با همین خیلی از پیش میبینین، مقصد همش هم میبینیم برادر جانا. انشالله که جونشون انشالله حرکت بینیم چی میکنیم، یا که بشا گاز انگاد میکنیم یا که بشا حتما میمونم. کلو به بودک جوشه سلامت باشین، خدا نگهبانتون باشه هم برادر جانا، در امان الله باشین. انا خدا خواهد همین خیلی میکنیم. من پگه نوارا میپرتم میبینین خطون مقصد و بچه ها که انشالله با همراه خدا اومد با از پیش انا خدا خواهد میبینیمش. خدا نگهبانتون باشه، در امان الله باشین. خدا نگهبانتون باشه برادر عزیز، در امان الله باشین. خب اکا جونشونین برادر عزیز، من میدونم شما میخواین ببینین و را میخواین چیز کنین، همون میویا انشالله با همراه خدا از پیش میبینین. شما مقصد نمیخوایم که اگم گپ چپ لیش نیزیاتی شوده و نوی اومده سوق سلامت اومد از پیش خدا خواهد میشینیم مردکونه مردک باره میشینیم گپ میزنیم برادر عزیز. خدا نگهبانتون باشه.